ضمن عرض شادباش به مناسبت آغاز سال نو و فرارسیدن بهار، بی مناسبت ندیدم به علت تقارن این ایام با جشن نوروز نگاهی هرچقدر کوتاه و گذرا داشته باشم به نوروز و به ویژه بهار در شعر حافظ. علیرغمی که در بین سرودهای خواجه شیراز واژه نوروز و مشتقات بیش از چند نوبتی به کار گرفته نشده است، ولی وجود غزلیات متعدد و فراوان که در آنها حافظ به توصیف و تشریح بهار پرداخته و شادمانی خودش را از آغاز این فصل زیبا بیان کرده است، حکایت از این دارد که حافظ توجه ویژه‌ای به این ایام داشته است. به عنوان نمونه چند بیتی از غزلیات متعدد عرض می‌کنم. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. و یا غزل زیبای دیگری با سربیت صبا به تهنیت پیر میفروش آمد که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد. هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای، درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. تنور لاله چنان برفروخت باد بهار که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد. اینا همگی از زمره این توصیفات زیبا در مورد طبیعت بهاری است. میتوان گفت در تمامی این سرودها که در ادبیات ما از آنها به عنوان بهاریه یاد می شود، شاعر که زمستان سرد و طولانی رو در محیطی بسته و بیروح و نازیبا سپری کرده، با فرارسیدن نخستین روزهای بهاری مخاطبین خود را به گلگشت در طبیعت دلانگیز دعوت می‌کند. او با یادآوری این نکته که گل عزیز است غنیمت شمردیدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد، آنان را به شاد زیستی و آسانگیری دعوت می‌کند. البته مطابق معمول خواجه، در کنار این توصیه به شادباشی، شادخواری و شادنوشی و برخورداری از مصاحبت ساقی محرور را هم فراموش نمی‌کند. گلبن عیش می‌دمد ساقی گلعذار کو، باد بهار می‌وزد باده خوشگوار کو. و یا ساقیا آمدن عید مبارک بادت، آن مواعید که کردی مرود از یادت. و همچنین رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد از صفش گل است و نبید. در میان غزلیات حافظ غزلی داریم با سربیت ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. خواجه شیراز بعد از ذکر چند بیتی به این بیت می رسد: سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از 5 روزی نیست حکم میر نوروزی. شاعر ما از به کار بردن میر نوروزی دو معنا را مورد نظر داشته. در واقع ایهام دارد این عنوان. معنای اول در واقع همون کوتاه بودن ایام نوروز رو مورد نظرش هست، ولی اما در معنای دوم که بیشتر مطمح نظر خواجه بوده، اشاره دارد به حکایتی در مورد شخصیتی به نام میر نوروزی. بنا به مدارک تاریخی ما در مقاطعی مردم بعضی از نواحی به منظور تفریح و نشاط در ایام عید و زمانی که پادشاه یا امیر منطقه احتیاج به استراحت داشته است، از بین خودشان فردی رو به عنوان حاکم انتخاب می‌کردند که البته این عنوان کاملا به این موقت بوده است و به منظور سرگرمی و خنده بوده. معمولا این فرد هیچ شایستگی برای این کار نداشته و در انجام امور، ولی خب دستورات او لازم اجرا بوده و در انجام امور بسیار ناشیانه عمل می‌کرده است و باعث خنده و تفریح مردم می‌شده. و همونطور که حافظ اشاره داره، بیش از 5 یا 10 روز این دوران به درازا نمی انجامیده و اون فرد رو با سلام و صلوات خلق می‌کردن
و گاهی هم به دلیل اشتباهاتی کرده او را مورد نوازش و کتککاری هم قرار میدادند. حافظ در این بیت اشاره به این ماجرا دارد. به منظور حسن ختام این گفتار غزلی رو انتخاب کردم که خدمتتون تقدیم میکنم. مژده دل که دیگر باد صبا باز آمد، هدهد خوشخبر از طرف صبا باز آمد. برکشی مرغ سحر نغمه داوودی باز، که سلیمان گل از باد هوا باز آمد. عارفی کو که کند فهم زبان سوسن، تا بگوید که چرا رفت و چرا باز آمد. مردمی کرد و کرم لطف خدا داد به من، کن بت ماهرخ از راه وفا باز آمد. لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح، داغدل بود و امید دوا باز آمد. چشم من در ره این قافله راه بماند، تا به گوش دلم آواز درا باز آمد. گرچه حافظ در رنجش زد و پیمان بشکست، لطف او بین که به لطف از در ما باز آمد. متشکرم.